салом алайкум бачаҳо. Номи ман Акмалҷон. Ман ин амир шумода дар бораи пайдоиши интернет кам тарак маълумот метиҳам. ҳозир ин ҳами телефона гирем, интернет надошта боша ҳечие. чӣ кард бачаҳо? خواهی تلفن دا گاو میزنی چاق میکنی ایسو اوسو کامپیوتر چی کامپیوتر اینترنت نباشه هیچی نیست پروسا پرچه هنو در کره میشه. اینترنت چخیل پیدا شد. قوه‌های مسلح امریکا فکر کرده گفتند که اگر یگان تکنولوژی داشته باشیم از این لب دنیا به دیگر لب دنیا علاقه داشته باشیم زور میشید. قوه‌های مسلح امریکا حربی مبلغ را جدا کرده به عالمان دادند برین کراچی ما دا اینترنت بسازیم بیاییم. عالمان ساختن اینترنت و آرپانت در اونجا رپتیجی و یوتیوب سکچه و پکچه نبود. اونجا فقط همین آسکارا و عالمان بینیخشان چق میکردن. همیشه آستا اینترنت کلان شدن گرفت. دانشگاه و کارخانه و دولتی بعد یک شرکت اپل و سوی گزدگی که کامپیوترهای اپل 2 مبروره همیشه سر میشه. مدل های نوی کامپیوترها، ست های کامپیوتری، مبادله پیام متنی به استانسیا پیدا میشود. یکمین ست اینترنتی کلان نامش NSFNet مبروره. بعد پروتکل HTTP و زبان HTML، بعد براوزر با طرح گرافیکی NSA. با پیدایش این براوزر تمام شبکه کاملا تغییر یافت. یکمین بار در خود همین براوزر دیدن رسم در وبسایت امکانیت میداد. من به شما یک چند صورت سایت های همان زمان را نشان میدهم. صورت های فرمتش خشروتر را یافتنی بودم. فهمیدم که این صورت ها صورت فرمت بلندی همان زمان بوده. تو میدونین که همین وبسایت ها در همین سال 2019 چی نمودم؟ قریب ایادو میبرم. شما میدونین که اینترنت هم روزی زود روزی خیچ داره. این همی 17 می سال 1991 میباشه. رحمتی کلام کسی که مرا تماشا کرد همین روز این یکم ویدیوی ما بود. ما این همی روز همی را تمام کردیم. اگر ما پروست همی را هم خیلی کردیم که کچ شما چی میگین. اگر همی محقول شده باشه لایک مونه پادپیسات سکنین. اگر خطاگی داشته باشن در کامنتاری بنویسین ما خطاگی را اصلاح میکنیم. نصیب انشالله خدا راضی باشه در ویدیو دیگری ما میشود به نام در اینترنت در وست جهان چخیل کشتن. تا ویدیو دیگر خیر.